به نام الله بخشاینده و مهربان. از دوران شوروی یک عادت به ما میراث مانده است. میگوییم که پیر شویم نماز میخوانیم، پیر که شدیم ریش میمانیم، پیر شویم صدر میپوشیم. اهمیت دهید همه آرزوهای ما موافق نقشه های خودمان، یعنی پیر شویم اگر اما ببینید که چندین شناسهایمان با هر بهانه به پیری نمی رسند. رشته حیاتشان کنده می شود و بی توبه از دنیا می روند. نفری برایم نقل کرد یک کودکی معیوبی 15 ساله راه گشته نمی تواند، دست و پایش کار نمی کند. با قدرت الله سبحانه و تعالی تنها شکسته گپ می زند. در مهاجرت با نزدیکانش زندگی می کند و با بیبیش که در وطن است تلفنی صحبت می کند، چون عنعنه بیبی حال و احوال می پرسد و بعدا سوال می کند جانی بیبی توی هم نماز می خوانی؟ در جواب کودک معیوب می گوید بله نماز می خوانم الحمدلله. آفرین جانی بیبی علاوه می کند به جای من هم نماز خوان خوب می؟ یعنی چنین می گوید بیبیش به آن کودکی معیوب. کودکی معیوب با لحن شکسته خود می پرسد بیبی جان شما خودتان نماز نمی خوانید مگر؟ چون نماز از تن کس خوانده نمی شود. بیبی در جواب می گوید جان بیبی من خیلی سیرکارم، وقت ندارم، از کار خسته شده می آیم. یعنی بیبی کودک آموزگار بوده است. ببینید که زمانه گذشته تا چی اندازه بر ضرر مؤمنان مبارزه کرده است و تا یک اندازه حتی برد کرده است. امروز الله تعالی را نمی شناسند، یعنی اکثریت. بله مردم عامی فکر می کنند که لا اله الا الله که گفتیم، یعنی الله یکتا که گفتیم بس است. دیگر یگان ارکان اسلام را اکثریت نمی دانند و یا فراموش کردند و یا واقعا نمی دانند و در جستجویش نیستند. حال آن که بعد کلمه شهادت در جای دوم نماز می ایستد. و ما بارها سوره مائده آیت 44 را معنایش را یادرس کرده و یک بار دیگر من این لحظه آن را معنایش را به شما می گویم. از تفسیر سعدی پروردگار فرمود پس ای یهودیان در اجرای احکام الهی از مردم نترسید و از من بترسید و آیاتم را به بهای ناچیز نفروشید. هر کس به احکامی که الله تعالی نازل کرده است داوری نکند پس کافر است. هرچند اگر میگویید که این آیت برای یهودیان است، آن مردمی که نماز نمیگذارند چی فرقیت دارند از یهودی؟ الله تعالی امر میکند و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و با نماز گزاران نماز بخوانید. سوره بقره آیت 43. و یا در جای دیگر ای پیامبر آنچه را که از کتاب به تو وحی شده است تلاوت کن و نماز برپا دار. براستی که نماز انسان را از گناه و زشتکاری باز می‌دارد و البته یاد الله تعالی از هر کار بالاتر است و الله تعالی می‌داند که چی می‌کنید. سوره عنکبوت آیت 45. و این مانند آیت‌ها خیلی زیادند. هر کس لازم داند جستجو کند. اما فراموش نکنیم بعد مردن من نمی‌دانستم یا کسی به من نگفت، این هیچ بهانه شده نمی‌تواند. هیچ بهانه خلاصی از عذاب الله شده نمی‌تواند. من آن بیبی کودک را کاملا یعنی پورا گناهکار یا محکوم نمی کنم، چون در چنین محیط به وای رسیده است. اما از رحمت الله امید میکنیم و دعا میکنیم که او و مثلش هدایت یافته باشند. و طالب علمان و اهل علم می باید که از توحید، از شناخت الله بیشتر برای این گونه
مردم درس ها بگویند، چون ما نیاز داریم، چون مردم در غفلتند. مردم نیاز دارد، چون اگر الله را، پروردگارش را نشناخت، چگونه عبادتش را به جای می آورد؟ دعا میکنیم و امید میکنیم که الله هر یکی ما را به راه راست هدایت فرماید تا واخوری های دیگر خودتان و نزدیکانتان را حفظ کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.